خب به نام خدا میخوایم بازی سیتی فارست رو یه آنالیز رو بررسی کنیم. بازی که تونستیم 2-0 در نیمه نهایی اف ای کاپ فارست رو شکست بدیم و به فینال اف ای کاپ صعود کنیم. انتقام اون بازی قبلمون تو لیگ هم که 1-0 ازشون باختیم بگیریم. فرصت فوق‌العاده‌ای حالا منچستر سیتی برای کسب جام داره. فینال هم باید با کریستال پالاسی بازی کنیم که استون ویلا رو 3-0 شکست داده و کار بزرگی انجام داده، ولی خب دیگه چی بهتر از این که بتونیم با یک جام این فصل کابوسوار رو تموم کنیم و تو لیگ هم 4 تا بازی مهم برای کسب سهمیه داریم که شاید به هر 4 تا بردم نیاز داریم، یا حداقل به 10 امتیاز برای کسب سهمیه نیاز داشته باشیم. خب میریم ما حالا این بازی اف ای کاپ و بازی سیتی فارست رو یه ذره بررسی کنیم. خب قبل اینکه بریم سراغ ترکیب، این صحنه گلمون رو ببینیم که حالا یه ذره از عقب‌ترشه. این دقیقه 2 نشده، دقیقه 1:34 ثانیه است. ثانیه شما رو 34 ثانیه است. خب ببینید که توپ دست برناردو سیلوا. خب برناردو سیلوا و کوواچیچ این بازی دبل پیوت بغل هم بازی میکردن، اما نکته اینه که ساوینیو تا کجا دراب کرده و اومده عقب. ساوینیو اینجا میاد عقب از برناردو توپ میگیره، این ریکو لوئیزه، 1-2 با ریکو لوئیز میکنه و میره جلو و در ادامه توپو به کوواچیچ پاس میده و حالا در ادامه توپ در دروازه قرار میگیره. ولی حالا شکل تیمیمون تو این صحنه، اگه بخوایم شکل تیمیمون رو بکشیم اینجوریه. ترکیبمون اینجوری: ساوینیو میاد عقب با برناردو و کوواچیچ هافک، 1-2 با لوئیز میکنه میره جلو. خب ولی خب ترکیب و سیستم ما تو این لحظه این بود، نه اینکه بگم تو دقایق بازی این بود. خب حالا که پاس رو 1-2 با لوئیز میکنه میره به کوواچیچ، سیستم ما همچین چیزی میشه: 2-2-6. این چیزیه که من حالا چندین بار تو بازی دیدیم، مخصوصا اول بازی رو ما دیدیم که به گل رسیدیم. ببینید هر دوتا فول بک همون نونز و اوریلی نفوذ کردن. بعد ساوینیو، لوئیز، مرموش، گریلیش همه روی خطن، یه خط ارضی 6 نفره 2-2-6 که حالا شکلش هم هست. کوواچیچ پاس رو میده به ریکو لوئیز، یه پاس خیلی خوب داد کوواچیچ اینجا دیگه. از اون پاسای رو به عقب و پاسایی که هیچ فایده ای نداره یه پاس خوبی داد، یه پاس خط شکن به لوئیز و ریکو لوئیز که اینجا توپو میگیره و یک شوت فوق العاده دروازه رو باز میکنه. حالا توی تصویرم هست همین چیزی که من میگم و اگه بخوایم نشون بدیم نگاه کنید کوواچیچ کجا قرار داره. و حالا 6 نفری که من میگم روی خطن، این اوریلیه، این گریلیشه، این مرموشه، این ساوینیو، اینم لوئیزی که گل میزنه. حالا خیلی چیز کردم، نونزم انقدر دیگه تو تصویر من رو خطه اینجا قرار داره. و میبینید که سیستم ما تو این لحظه 2-2-6 بدون فوروارد خاصی داریم بازی میکنیم. مرموش آره جلوترین بازیکن و مرکزی ترین بازیکنمونه، ولی سیستم ما تو این لحظه 2-2-6 و ما دروازه رو باز میکنیم. خب این صحنه دقیقه 9 بازیه. میگم بعد از گلی که زدیم دیگه عمر مرموش رو ما بیشتر تو گوشه زمین میدیدیم، یعنی دیگه یک فوروارد مرکزی نبود، یک وینگر بود. حالا تفاوتش هم با بازی قبل اینه: بازی قبل که بیشتر تو هاف اسپیس ها قرار میگرفت و خیلی تو وینگر قرار نمیگرفت، جز همون صحنه اولی که پاس گل داد به برناردو. ولی این بازی پپ گواردیولا خیلی از عمر مرموش بهتر و تو پست بهتری بازی گرفت و من خیلی امیدوار شدم. دلیلش هم این بود که اون دیگه با هافبک های هجومیمون و فول بکامون تو یه خط بود، یه خط بالاتر نبود. میگم یه خط ارضی 5-6 نفره خیلی وقتا ما تشکیل میدادیم. حالا تو این صحنه این خط ارضی 5 نفره رو میبینید که با عمر مرموش ما شروع کنیم. عمر مرموش اینجاست، جک گریلیش یه ذره پایین‌تر، این ساوینیو، این ریکو لوئیز، اینم ماتئوس نونزه. خب پس 5 تا بازیکن ما تو خط آخر قرار دارن. 2 تا هم که دبل پیوت داریم، برناردو و کوواچیچ.
شد 7 تا. کیا میمونه؟ 3 تا دفاع میمونن که دیاز و گواردیول و اوریلیه. البته میگم اوریلی هم یه حالتی نیست که بگی 3 دفاعه، یه جورایی پشت مرموشو داره میزنه و حرکت میکنه، یک حالت خیلی هجومی. حالا تو این صحنه اگه هایلایت بازی رو دیده باشی، حالا تو خود بازی رو دیده باشید، کوواچیچ هم اضافه میشه. اینجا کوواچیچ میاد توپ میگیره و ما با 6 نفر حمله میکنیم و اوریلی هم از اون ور اضافه میشه، یعنی با 6 7 نفر ما حمله میکنیم و یک صحنه قشنگ و شجاعت مثال زدنی پپ گواردیولا رو تو این صحنه نشون میده که حالا توی لاین اپ هم اگه بخوایم شکلشو بکشیم همچین چیزی بود. توی تصویر قبل کاملا مشخص بود، اینو فقط من روی لاین اپ آوردم که نونز و ساوینی و لوئیز و گریلیش و مرموش روی خطن، برناردو و کوواچیچ هم بغله همن، اوریلی پشت مرموش. خیلی نمیتونم بگم میمونه 3 تا دفاع، چون اوریلی هم داره نفوذ میکنه، ولی خب اندازه نونز دیگه نفوذ نمیکنه که بشیم 6 نفر خط آخر. البته میگم خیلی از دقایق بازی که مثل همون گل اولی که زدیم و حالا من بازم عکس دارم، اوریلی هم میاد رو خط و ما 6 نفره 2-2-6 میشیم. حالا من در ادامه تو صحنه‌های دیگه توضیح میدم اینو خدمتتون. خب این صحنه یه موقعیتی برای فارست که با یک آفسایدگیری فوق‌العاده ما حمله اونا رو خنثی میکنیم. میبینی که گواردیول خیلی خوب هاتسون اودوی تو آفساید قرار میده و با اوریلی خیلی هماهنگه و این نشون میده که گواردیول تو دفاع وسط خیلی به ما کمک میکنه و باعث میشه که حتی توی آفساید گیری هم ما تاکتیک داشته باشیم. خب نیمه دوم با اومدن الانگا به زمین و سرعت فوق‌العاده‌ای که داره و زوج هاتسون اودوی و الانگا واقعا یه ذره ما اذیت شدیم و همون ابتدای نیمه چیزی نمونده دروازه‌مون باز شه. روی یک رفت و برگشت از سمت راست، از سمت ماتئوس نونز، هاتسون اودوی نفوذ میکنه، یه پاس فوق‌العاده با پای چپ زمینی و محوطه ما میفرسته و شانس میاریم که الانگا نمیتونه دروازه رو باز کنه و بازی همون 1-0 به نفع ما میمونه. خب این یه صحنه‌ایه که کار خیلی قشنگ انجام میدیم تو این صحنه. ریکو لوئیز نگاه کنید که دراب کرده و میاد عقب توپ میگیره و میبینید که تو سمت راست ما برتری عددی فوق‌العاده، اوورلود فوق‌العاده‌ای داریم با ریکو لوئیز، اینجا ماتئوس نونز و ساوینیو که خیلی ما از سمت راست تونستیم نفوذ کنیم. میگم ریکو لوئیز یه بازیکنیه که برای برتری عددی و حفظ توپ و همینجور حرکت تو هاف اسپیس ها خیلی بازیکن خوبیه و بیشتر میگم تو نقاطی باید از بازی ازش استفاده بشه که برتری عددی رو بیشتر کن، نه مثلا یه جایی که بخوایم مثلا جایی که یه رودریو میذاشیم یه بازیکن، یا مثلا جایی که یه خط عقب‌تر که حالا کوواچیچ و برناردو بودن 2 تا بازیکن، جایی که ما بتونیم 3 نفره 4 نفره برتری عددی ایجاد کنیم رو ریکو لوئیز هم خیلی میتونه کمک کنه. حالا یه نکته دیگه هم که این صحنه داره، کوواچیچ و برناردو که 2 تا دبل پیوت ما بودن، ببینید که حتی برناردو سیلوا که اینجاست از کوواچیچ حتی عقب‌تره، این کوواچیچه و میبینید که خیلی از دقایق بازی، حالا من عکساشو بازم دارم، برناردو تو بازی سازی میاد عقب‌تر و حتی زودتر از کوواچیچ میاد توپ میگیره و به بازی سازی تیم کمک میکنه. خب حالا ادامه این صحنه رو اگه بخوایم بررسی کنیم، صحنه موقعیت گل ختم میشه. ریکو لوئیز توپو میگیره و میده به ماتئوس نونز، یه پاس میده به ماتئوس نونز و ماتئوس نونز دوباره نکنید توپ دست سلام ماتئوس نونز دوباره با ریکو لوئیز بازی میکنه، 1-2 با هم میکنن. چقدر خوب تو هاف اسپیس ها ریکو لوئیز حرکت میکنه و ریکو لوئیز این بار که توپ میگیره، این بار توپو میده به ساوینیو. یک مثلث فوق العاده بین این 3 نفر ما تشکیل میدیم و در ادامه توپ که رسید به سمت دوباره ریکو لوئیز میبینید که میاد دوباره از ساوینیو توپ میگیره و 1-2 میکنه. میبینید که با 2 نفر 1-2 کرد ریکو لوئیز و بازم تو هاف اسپیس ها حرکت میکنه و اینجا یک شوت به سمت دروازه ریکو لوئیز اینجا میزنه که گلر حریف مهار میکنه. اما باز همین صحنه ادامه داره و توپ که برمیگرده، توپ دوباره میاد دست ساوینیو. حالا من تو الان نشون میدم
و توپ که میاد دست ساوینیو، نکته‌ای که وجود داره تو تصویر بعدی اینه که نگاه کنید توپ دست ساوینیو، ماتئوس نونز داره اوورلپ میزنه. این اوورلپ چیزیه که ما تو این بازی بیشتر دیدیم. بازم صحنه هست. میگم دلیلش هم اینه که ساوینیو و ماتئوس نونز روی خطن و میتونه وقتی توپ دست ساوینیو، ماتئوس نونز از پشتش اوورلپ بزنه. و میبینید که این صحنه قبلی که ریکو لوئیس شوت یه موقعیت گل بود. ادامهش هم که ساوینیو پاس میده به ماتئوس نونز، نونز اینجا میاد رو پای چپش سر توپ میزنه، یه شوت میزنه، برمیگره و در ادامه کوواچیچ چیز نمونه دروازه‌شون رو باز کنه و مشکوک به خطای هندم بود و گلرشون با پا به سختی توپو رو خط میکشه بیرون. یعنی یه کار واقعا فوق‌العاده‌ای که من همون موقع که تو بازی هم میدیدم واقعا لذت بردم. میگم حالا اوورلود ما در سمت راست اینجا مثال زدنی بود. و حالا ما تو لاین اپ هم اگه بخوایم اینو نشون بدیم، ما میگم وقتی که ریکو لوئیس میاد عقب، این ریکو لوئیس وقتی که میاد عقب ما همچین چیزی میشدیم. حالا تو این صحنه میگم برناردو هم که از کوواچیچ عقب‌تر بود و مرموش که وینگ چپ ما بود، اوریلی هم خب همین جا بودی، خیلی بالا نبود. و میگم تو سمت راست ما اگه این مثلث رو نشون بدیم، نگاه کنید 3 نفر ما تو سمت راست داریم و این برتری عددی و اوورلود خیلی به ما کمک کرد و همینطور اوورلپ هایی که ماتئوس نونز از پشت ساوینیو میزد. و واقعا میگم این صحنه خیلی قشنگ بود که در ادامه ما میتونیم خیلی از این کارا حالا برای فصل بعد، برای چند تا بازی باقی مونده انجام بدیم. حالا بستگی داره که ریکو لوئیس باشه نباشه، کس دیگه، حتی با کوین دی بروین هم میتونیم این کارو انجام بدیم. خب حالا ادامه همون صحنه قبلی که مفصل توضیح دادم که آخرش کوواچیچ توپو میزنه و گلر حریف با پا توپو راه کورنر میکنه و همون کورنر منجر به گل میشه. عمر مرموش میاد کورنر رو میزنه، خیلی خوب کورنر میزنه، سانتای مواج و یه جوری موزی شکل که گواردیول دروازه رو باز میکنه. حالا نکته اینه که تو باکس ما گواردیول هست، روبن دیاز هست، دیگه تصویر ناواضحه، من حتی با قلمو هم نمیتونم نشون بدم. روبن دیاز هم داره اضافه میشه. حالا من یه لحظه نشون بدم، این روبن دیازه. گواردیول هم که اینجا دروازه رو باز میکنه، اوریلی هم هست، ماتئوس نونز هم هست، برناردو سیلوا هم هست. حالا برناردو سیلوا با اون قدش چی کار میکنه دیگه من نمیدونم، باید از گواردیولا بپرسیم. ولی کلا ما باید روی کورنرها خیلی بیشتر کار کنیم، میتونیم بیشتر گل بزنیم. حالا با وجود دفاع سرزنی که مثل گواردیولا دیاز هم داریم، خیلی الان مد شد. چقدر آرسنال، می‌بینید که اینتر میلان، تیم‌های دیگه خیلی از کورنر استفاده میکنن و ما هم باید واقعا این تاکتیکو ازش روش کار کنیم. یا مربی اگه برای ضربات ایستگاهی بیاره گواردیولا، مربی خوب، میتونه خیلی کمک کنه. تو بایر مونیخ داشت مربی گواردیولا. حالا دیگه این صحنه‌ای که بازی 2-0 میشه و اجرایی، ما میگم تو هر نیمه دقایق ابتدایی به گل رسیدیم و اجرای فارست و اون انگیزه و اشتیاق فارست رو کشتیم. خب اما در ادامه بازی فارست هم بیکار نمیشینه و ما رو خیلی اذیت میکنه. 3 بار فقط تو به تیر منچستر سیتی میزنن. حالا ببینید که این صحنه‌ای که الانگا میاره رو پای چپش سان میکنه و گیبس وایت تو به تیر دروازه سیتی میزنه. میگم اگه الانگا از اول بازی میکرد شاید یه گل ما میخوردیم. خیلی بازیکن خوبیه این الانگا. این تیر اول بود که روی سانت به ما زدن، اما تیر دوم اینجا گواردیول یه اشتباه، معدود اشتباهی که تو این فصل اصلا انجام داده، یه لحظه تمرکزشو از دست داد. دومینگز توپو ازش گرفت، توپ رسید گیبس وایت گلر اورتگار هم دریبل میکنه، دروازه خالی رو نمیتونه باز کنه، تو به تیر میزنه. و حالا بازیکنی که به منچستر سیتی هم لینک شده ولی با من این صحنه ازش ناامید شدم. حالا شاید بازیکن خوبی باشه ولی این صحنه نشون داد که شاید همون نیاد به سیتی بهتره. حالا ببینیم چی میشه در ادامه. اما حالا بپردازیم به بازی. اما اونا روی دقایق پایانی روی پاسای پشت مدافعین خیلی ما رو اذیت کردن. اینجا نگاه کنید که هافبکشون یه پاس فوق‌العاده میده به عمق دفاع ما و یک موقعیت گل میشه. یا یه صحنه دیگه
اینجا پاس رو میندازن برای بازم الانگا و اوریلی. اینجا با الانگا میره. اوریلی خیلی بدنش قویه، واقعا بازیکنی که بدنش قویه و اینجا دیگه با خطا الانگا رو متوقف میکنه و اجازه نمیده که پیشروی کنه. و اما اینجا هم تیر سومیه که ما میخوریم. بازم الانگایی که میکنه، الانگا سانت میکنه و ناکنید تو باکس چند نفرن، 1 2 3 4 5 تا بازیکن فارس تو باکسن و این توپ هم در نهایت به تیر دروازه ما برخورد میکنه و 3 بار ما تو این بازی توپ به تیرمون برخورد کرد. ولی خب خوشبختانه گل نخوردیم و کمی هم شانس آوردیم که تونستیم این بازی رو ببریم. خب این صحنه هم صحنه‌ای که گوندوگان جای گریلیش اومده تو بازی و میبینید که الان یک دو میکنه گوندوگان با کوواچیچ و بعد تو با اوریلی و میبینید که اوریلی کجا قرار داره، داخل محوطه در دفاع چپمونه. این هم دفاع راستمون نونزه. نگاه چقدر تو این صحنه ما هجومی هستیم. حالا مرموش هست، گوندوگان هست، کوواچیچ هم هست. صحنه‌ای که ساوینیو هم حتی هستش اینجا چون تو پلی افتاده و اوریلی توپو میگیره میده ساوینیو ضربهش آرومه و دروازه باز نمیشه. ولی خب کار خیلی قشنگی تو این صحنه ما انجام میدیم. یه نکته راجع به پرسمون بگم که خیلی جا با 2 نفر بود، ساوینیو و مرموش، اما بعضی صحنه ها ما میدیدیم که گریلیش هم اضافه میشد و با 3 نفر پرس میکردیم و پرس شدیدتری رو انجام میدادیم، مثل این صحنه و این صحنه که حالا گریلیش اومده و مرموش و ساوینیو هم هستن. حالا من تصویر کوچیک خودم برداشتم چون خشخش میکرد تا تصاویر گویاتر بشه. اما راجع به کوواچیچ و برناردو که دبل پیوت بودند، نگاه کنید بعضی صحنه ها میبینید که برناردو حتی عقب‌تر از کوواچیچ و مقدم‌تر از کوواچیچ میاد و توپ میگیره و به بازی سازی کمک میکنه. حالا صحنه بعد رو ببینید که تقریبا بغل هم ولی بازم برناردوی که اومده توپ گرفته. یا این صحنه که حالا بازم تقریبا بغل هم بازم برناردو ذره عقب‌تره. این صحنه که دیگه کامل بغل هم مثل یه 4-2-3-1 حالا، ولی خب 4-2-3 که سیستم ما نیست، ولی خب میگم یعنی مثل یه دبل پیوت حالا بگیم بهتره. و این صحنه که بازم ناکنید کوواچیچ جلوتر از برناردو قرار داره. اما صحنه آخری که میخوایم بررسی کنیم وقتی که دوکو به زمین میاد، دوباره میبینید که مثل بازی با استون ویلا اوریلی اینورتد میشه و یا هافک میشه. میگم وقتی که مرموش بود اوریلی پشت مرموش بود، حالا اورلپ نمیزد ولی مثلا پشتش بود، یه حالت همون 4 دفاعه بود، یا حالا بعضی وقتا حتی 3 دفاعه، یا بعضی وقتا مرموش میومد مثلا تو اوریلی هم میومد لبه خط و 6 نفره میشدیم. ولی میگم وقتی دوکو میاد گواردیولا اصرار داره که چون دوکو خیلی دیگه یه وینگر لبه خط، اوریلی اینورتد بشه و یه هافک بشه. خب این بازی دیگه تموم شد. بازی بعدیمون با وولز تو زمین خودمون اتحاد ساعت 10:30 جمعه. حالا عجیبی که جمعه معمولا بازی نیست تو انگلیس، یا اگه هست یه بازیه که حالا اون بازی ما افتاده. یه فرصت خیلی خوبیه با توجه که روحیه تیم هم خوبه این بازی رو ببریم و جایگاهمون رو برای کسب سهمیه تثبیت کنیم. با یه ویدیوی دیگه به امید دیدار.